بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الكریم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، پدران و مادران مهربان، جای شکی نیست که ما انسان ها پر از سهو و خطا هستیم و پر از گناهان هستیم و ما انسان ها لغزش ها داریم و گناهان داریم و تنها کسانی بیگناه بودند که آنها پیامبران بودند، یعنی پیامبران معصوم بودند، بیگناه بودند. و علما گفتند توبه از هر گناهی واجب است، یعنی انسان چه گناهی خرد انجام میته و چه گناهی بزرگ انجام میته، برای اون انسان واجب است که از هر دوی این گناهان توبه بکند، چه گناهی خرد باشد و چه گناهی بزرگ. اگر گناه بین بنده و الله تعالی باشد و به حق مردم ربطی یا اینکه تعلق نداشته باشد، توبه ای خیل شخص دارای 3 شرط است. یعنی توبه این شخص به 3 شرط قبول می شود و صحیح است. یعنی چگونه به حق الناس تعلق نداشته باشد؟ گفتیم انسانی که تنها در امور الهی کوتاهی کرده است، مثلا نماز قضا کرده است، این می شود حق الله. حق الناس همونی را میگن که مثلا یک انسان از پشت یک برادرش غیبت کرد، یعنی در غایب بودن او سخن گفت با او، و یا اینکه او را تهمت کرد. اگر انسانی که حق مردم نخورده باشد و یک برادرش غیبت نکرده باشد و تنها در امور الهی کوتاهی کرده باشد، توبه این گونه شخص دارای 3 شرط است. گفتیم شرط اول اینکه بریدن از گناه و ترک گناه. انسان باید از گناهانش دور بشوه و او گناهایی که انجام میداد آنها را ترک بکنه. و شرط دوم، انسانی که گناه ها را انجام میداد باید در حقیقت پشیمان باشه از گناهانی که انجام میداد. و شرط سوم، برنگشتن همیشگی به گناهان. این بود 3 شرطی که باید انجام داده شود. و میگه اگر یکی از شرط هایی که در بالا ذکر کردیم، یعنی همون 3 شرط، اگر یکی از همونها انجام نشود، توبه انسان صحیح نیست. اگر گناه به انسانی تعلق داشته باشد، در حق یک انسان باشد، دارای 4 شرط است. یعنی مثلا یک انسان از پشت یک برادرش صحبت میکنه، غیبتش میکنه و حق او را میخوره و او را تهمت میکنه و دیگر کارهایی که در حق انسان باشد، اگر انسان میخواهد در حقیقت توبه کند، باید 4 شرط رعایت بکند و 4 شرط انجام بدهد، توبه او صحیح می شود. 3 شرطی که در بالا ذکر کردیم آنها را انجام میده و 4م شرطش همین است که باید از حق او انسان یا اینکه از حق او برادرش بری و پاک شود. و اگر انسان حق یک برادرش خورده باشد، باید که حق او را باز بگرداند و اگر از پشت او یک تهمتی کرده باشد، باید طلب عفو یعنی بخشش بپرسد و او شخص در وقتی که ای را بخشید، شرط 4م رعایت می شود و کامل می شود. 4 شرط. و اگر مال از او گرفته باشد، باید که او مال پس بگرداند. و برای انسان واجب است که اگر توبه کند، باید که از تمام گناهان توبه کند. مثلا انسانی که هم زنا میکنه و هم نمازش قضا کرد و هم دیگر کارهایی که انجام داد، مثلا انسان فقط از یک زنا توبه کند، الله تعالی فقط یک زنا کردن او را توبهش میپذیرد، به شرطی که در حقیقت از زنا توبه کند و دوری کند و پشیمان باشد. در این صورت الله تعالی فقط همون یک گناهش میبخشد
و باقی گناهانش در نامه اعمالش ثبت کردگی است. از همین خاطر انسانی که میخواهد توبه بکند باید که از تمامی گناهان توبه بکند و پشیمان شود و دیگر رجوع به آن گناهان نکند. و بیاید یک چند دلیل از قرآن و سنت میاریم که توبه برای انسان واجب است. مثلا یک انسان میگه که تو چی دلیل داری برای واجب بدن توبه؟ یعنی از کجا میدونی که توبه برای انسان واجب است؟ و ما داریم کتاب الله قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب از آیات های الله تعالی شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی در سوره نور در آیه 31 میفرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمن ها، میگه الله تعالی، از تمام گناهان به درگاه الله سبحانه و تعالی توبه کنید شاید که رستگار شوید. و در سوره هود آیه 3 میفرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. یعنی از الله آمرزش بخواهید و سپس پیش او از تمام گناهان توبه بکنید. و در سوره تحریم آیه 8 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای کسانی که ایمان آورده اید در برابر الله تعالی و به درگاه او توبه نصوح کنید. یعنی توبه نصوح توبه هست که دیگر به گناه انسان باز نمیگرده. یعنی توبه قطعی، توبه که صدقاً هست، توبه هست که دیگر انسان گفتیم به گناه باز نمیگرده. خب اینها بودن یک چند دلیل از آیات های قرآن و میگذاریم به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید به الله قسم من هر روز بیش از 70 مرتبه به درگاه الله تعالی طلب آمرزش و توبه میکنم. سبحان الله. ببینید که پیامبری که اول و آخر گناهش بخشیده شده بود میگه به الله قسم که من هر روز از 70 مرتبه زیاد از الله سبحانه و تعالی بخشش میپرسم و توبه میکنم. پس ما امروز چگونه امت هستیم که نامه اعمال ما پر از گناه و خطا هست؟ حداقل 10 بار در یک روز استغفر الله نمیگیم. کجا بیسته 70 یا اینکه 100 بار. و در صحیح مسلم میفرماید ای مردم به درگاه الله تعالی توبه کنید و از او آمرزش بخواهید که من هر روز 100 مرتبه توبه و استغفار میکنم. و باز در صحیح مسلم میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله تعالی شبانه دستش را میکشاید تا بنده ای که در روز گناه کرده است توبه کند و در روز دستش را میکشاید میگه تا گناهکاری که در شب گناه کرده بود توبه کند. و میگه این وضع یعنی همین حالت تا وقتی طلوع خورشید از مغرب ادامه دارد. یعنی طلوع خورشید از مغرب کی است برادران؟ همه ما شما میدونیم که یکی از نشانه های بزرگ قیامت همین است که آفتاب از جایی میبراید که در همونجا نشسته بود. یعنی از مغرب طلوع میکند. میگه همین حالت تا انا همون وقت ادامه دارد. و در جای دیگر از ابو هریره روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که پیش از طلوع آفتاب از مغرب توبه کند الله سبحانه و تعالی توبه او را قبول میکند. سبحان الله. ببینید که چقدر ما فرصت داریم. حالا هم فرصت داریم. برادران و خواهران عزیز، حالا هم آفتاب از مغرب طلوع نکرده است. بیایید یک توبه نصوح، یک توبه جانانه، یک توبه از صدق دل کنیم و از الله امید داریم که همگی ما و شما را توفیق توبه کردن پیش از مرگ را و پیش از طلوع آفتاب از مغرب را نصیب بگرداند و همگی گناهان ما را و سهو و خطاهای ما را و گناهان پنهانی و آشکاری که کرده ایم الله سبحانه و تعالی همگی اونها را مورد عفو و بخشش قرار بده. و از الله تعالی پناه میبریم از وسوسه شیطان و از فتنه دجال و از فتنه قبر و از عذاب آخرت. و از الله تعالی خواهان آن هستیم که ما را وارد جنت الفردوس بگرداند و همراه پیامبران و همراه صالحان بگرداند. آمین یا رب العالمین. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.